پیغمبر ما 13 سال فقط درس عقیده داد و ما 13 هفته عقیده نمیخونیم. پرسان بکنین از پدرایتان و پدرکلانایتان و کاکا و ماماهایتان، ریش سفیدای بزرگ و محترمی که در افغانستان هستند، از اینا شما یک سوال بکنین که آیا شما یک 13 هفته کسی برای شما درباره عقیده صحبت کرده؟ میگن نه والا بچه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هفته گذشته ما شما در درس‌های عقیده شروع کردیم. بخشای مقدماتی درس عقیده بود که چند مقدمه را سرش صحبت کردیم و امروز درس اول عقیده شروع میشه. بعد از مقدمه درس اول عقیده امروز بخیر شروع میشه و ما تقاضایم از برادرایی بود که چون عقیده بسیار مهم است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقریبا 13 سال مکمل اما آغاز دعوت خدا فقط به عقیده تخصیص داده بود و مشکلی که امروز ما شما در افغانستان داریم و گفتم خدمتتان که مشکل ما در افغانستان چرا زیاد است، به خاطر ازی که در افغانستان مردم فقه میخوانند. اول از فقه شروع میکنن، باز که کمی فقه را خواند از شعر شروع میکنن، شعر میخوانند، باز فقه میخوانند. و طبعا وقتی که انسان از درسای خود از شعر و از حافظ شیرازی و از گلستان و از 5 کتاب و از این گپا شروع کرد، ای از امروز اول در ذهنش مثل سنگ واره میشینه، ذهنشین میشه. خصوصا اطفال. عرب ها یک مثل دارن میگه العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. علم در خردسالی مثل از این واره است، مثل که انسان در سنگ نوشته کرده باشه. وقتی که از آغاز انسان تهدا به غلط ماند و در فروعات داخل شد. مردم افغانستان میگه ما حنفی هستیم، لکن حنفی نیستن مردم افغانستان. مذهب مردم افغانستان تا بال معلوم نیست. اگر مردم افغانستان حنفی باشن، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که رئیس مذهب حنفی است، رئیس شو است دیگه، پایان باز شاگردایش است. او خودش علوم به دو بخش تقسیم کرده. یکی فقه اکبر میگه و یکی فقه اصغر. اولین کسی که می اصطلاح را استعمال کرده و نام کتابش است فقه اکبر، اعتقادات فقه اکبر میگن. یعنی فقه اگر ما شما علوم اسلامی را تقسیم بکنیم به فقه اکبر و فقه اصغر، یعنی میگیم یکی دانش بزرگ است. فقه به معنای دانش است. پس دانش بزرگ ایره امام صاحب ابو حنیفه نام گذاشته و گفته که فقه اکبر یعنی اعتقادات و دیگه نماز و روزه و حج و زکات و معاملات و قصاص و حدود یاره کلش به نام فقه اصغر میگن. ما مردم افغانستان فقه اکبر هیچ نمیخوانیم و فقه اکبر یعنی اعتقادات تنها در مدارس کسی که تخصص داره او میخوانه و ای کسای دیگی که مثلا ما مسلمان هستیم، ما عقیده خود از کجا میگیریم؟ ما به عوضی که فقه اکبر از اعتقادات شروع میکنیم بر طفلای خود بعد از اینکه قرآن شریف خوان، باز 5 کتاب حافظ شیرازی و در حالی که در حافظ شیرازی در اشعار و ابیات از او اصطلاحات استعمال میشه که ما اجازه نداریم از نگاه عقیده که اصطلاحات ما استعمال بکنیم. پس این طفل بیچاره که روز اول اشعار حافظ یاد گرفت و 4 کتاب و 5 کتاب یاد گرفت، که حتی اگر شما امو 4 کتاب و 5 کتاب دقیق علمایی که تحقیق کردن گفته مؤلف ازی یک اهل سنت نیست.
هیچ اهل سنت مؤلفش نیست. پس ما تهداب عقیده خدا آنچه که علمای اسلام، پیغمبر ما 13 سال فقط درس عقیده داد و ما 13 هفته عقیده نمیخونیم. پرسان بکنین از پدرایتان و پدرکلانایتان و کاکا و ماماهایتان، ریش سفیدای بزرگ و محترمی که در افغانستان هستند، از اینا شما یک سوال بکنین که آیا شما یک 13 هفته کسی برای شما درباره عقیده صحبت کرده؟ میگه نه والا بچه. من خودم بالفعل دیدم. خیلی چی خواندی؟ حافظ خواندیم. چی خواندی؟ والا 5 کتاب خواندیم. چی خواندی؟ خلاصه خواندیم. از عقیده چی خواندی؟ هیچ چیز نخوانده. پس اینا وقتی که مسئله عقیده مطرح میشه، چون در ذهنی از طفولیت اشعار حافظ شیشته، او شعر سنگتراش شیشته که سنگتراش که موسی علیه السلام روبرو شد و موسی علیه السلام دل از او از دین العیاذ بالله سیاه کرد. پس در ذهنی از او این شیشته که پیغمبر سنگتراش از موسی علیه السلام که رتبهش پیش خداوند بسیار بلند بود. اینا چطور میتونی عقیده از رو اصلاح کنی؟ مشکل است. مشکل است که تو بر از اون نفر قناعت بیتی که نه، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مشکل است بر از بوی که این پیغمبرا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله. اینا وقتی که تو میای سر پیغمبر گپ میزنی، این خب فضیلت عالی و پیغمبر معصوم است. چطور یک پیغمبر معصوم دل یک نفر از اسلام و از دین سیاه میکنه؟ این گپ مخالف عقیده هست. پس زو برو جانب مقابل قناعت دادن نمیتونی. چرا قناعت دادن نمیتونیم؟ علتش چی است؟ علتش ما قناعت دادن نمیتونیم به خاطر ازی که در ذهن از او العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. این چی شده؟ امو در خردسرگی که در ذهنش همین اشعار و ابیات و کست ها ماندگیست و شنیده و گریان کرده، حال چه قسم این نقش سنگ پاک بکنه. از این خاطر من کورس عقیده را شروع کردم و از برادرها تقاضا کردم که برادر عزیز، در کورس عقیده دست خالی نبیا. گوش گرفتن خالی برای تو کافی نیست. تو باید پیشت قلم باشه، پیشت کتابچه باشه و فرمول های اساسی عقیده را باید حفظ بکنی. فرمول بسیار بزرگ عقیده را باید حفظ بکنی. اگر حفظ نکنی برای تو مشکل پیدا میشه. ببینید در قرآن عظیم الشان بعد از پیغمبرها یگانه شخصی که پیغمبر نبوده او را الله من ایس یک شخص بسیار بزرگ معرفی کرده و بر از او گفته حکمت دادیم، شخص بسیار حکیم بوده، حضرت لقمان است. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله میگه که ما برای لقمان حکمت دادیم. حکمت لقمان در چی بود؟ وقتی که او برای پسر خود وعظ میکنه از کجا شروع میکنه؟ برش میگه یا بنی، ای پسرک من، لا تشرک بالله، به الله کسی را شریک نساز. به الله کسی را شریک نساز. ان الشرک لظلم عظیم. یک انسان حکیم، یعنی الله چرا او را سبحانه و تعالی، چرا حضرت لقمان علیه السلام چرا حکیم معرفی میکنن؟ به خاطر ازی که بر ما شما میفهمانه که ما بر ازو حکمت دادم، پس شما نصیحت های یک انسان حکیمه که الله به حکمت از اون مهر تایید گذاشته، شما از نصیحت های ازو استفاده بکنین. خب پس شما گپای ازو رو بیهوده نگیرین. انسان حکیم است و الله میگه حکیم است، دیگر حکمتشان ضعیف است. خب این انسان حکیم وقتی که دعوت شروع میکنه از کجا آغاز میکنه؟ برای پسر خود، برای پسر خود میگه که یا بنیه، ای پسرک من. اولین نصیحت یک پدر مهربان برای اولادش چی است؟ با کلمات بسیار شیرین، نه با غال مغال با دشنام و چیز. برش میگه ای پسرک من، ای پسر شیرین من، ای توت جگر من، لا تشرک بالله، با الله کسی را شریک نساز. این الشرک لظلم عظیم، شرک گناه بسیار بزرگ است. خب
اول از اینجا شروع میکنن، به خاطر از اینکه اولاد خود از اعتقادات شرکی تخلیه بکنن، ذهن از رو پاک بسازن. اون روز یک چند نفر میمانا خانم آمده بودن، یک کسی گفت استاد مثلا دایی چی مشکل است که یک نفر در زیارت بره و از زیارت بر زیارت بگه که تو واسطه شو یا تو خودت یا یک کسی مستقیما یا غیر مستقیم بر زیارت میگه بر من بچه بده، یعنی از نگاه عقیده چی مشکل داره؟ اون نظر خدا گفت. من گفتم راستی به نظر شما هیچ مشکل نداره، اما اگر تو در فرمول اعتقادی رو برتی مشکل داره. فرمول اعتقادی چی هست؟ گفتم فرمول اعتقادی هست که خالق الله هست و او الله ذات مهربان است و او الله ذات است که با مخلوق خود از شارع گردن کرده هم نزدیکتر است. پس اینال وقتی که تو در زیارت میری و از زیارت صاحب زیارت هم میگه که برای من یا خودت بچه بده یا واسطه من شو که من صاحب بچه شوم، در حقیقت امی صفت خالق بودن الله را به این مخلوق دادی و امی که صفت خالق بودن الله را به یک مخلوق دادی، در صفت خالق مخلوق شریک کردی و شریک کردن مخلوق در یکی از خصوصیت های خالق است. خود شرک چی است؟ در ذات شریکش کردی، در صفات شریکش کردی یا در عبادت شریکش کردی، شرک شد و انسانی که کارا میکنه بعد از دیدگاه عقیده اسلامی در صف مشرکین داخل شد. تو میری مثلا برای شاید شمشیره میگه که ای شاید شمشیره برای ما بچه بده، از نگاه لفظی کدام مشکل برای تو نداره، اما از نگاه اعتقادی مشکل پیدا میشه، به خاطر از اینکه تو شاید شمشیره در صفت خالق بودن الله شریک ساختی. حضرت محمد هم بر کس بچه میداد؟ اگر بچه میداد اول بر خود میداد. مثلا اگر من بتانم بچه بتم، اول باید یک 20 تا بچه جوان بر خود داشته باشم همیشه از من دفاع کنن. اگر شفا بتانم دادم، اول باید میگه که طبیب است اول چشم کور خود علاج کن. اینا اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله میتونست شفا بده، بچه‌ای که خودش در آغوش خودش جان نمیداد. ابراهیم بچهش فوت میکنه و پیغمبر گریه میکنه، پس پیغمبر نمیتونست بر بچه خود شفا بده چون شفا دهنده الله هست و نمیتونست بر خود بچه بده. از این خاطر وقتی که مشرکین در جانش آمدن و شب از خانه کشیدنش و هجرت کرد و رفت در خانه ابوبکر صدیق، همراه ابوبکر صدیق اونجا رفت، پس اگر میتونست برای کس بچه بده اول بر خود یک 10-15 بچه بسیار خوب آمد و قوی میداد و این بچهش از این دفاع میکردن. پس پیغمبر برای خود و برای کس اولاد دادن نتونستن. چطور میتونه کسایی که از او کده پایین تر از او برای کس اولاد بده؟ هیچ کسی ادعا نکرده، نه پیغمبر سم ادعا کرده، نه صحابه کرام ابوبکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان یا علی یا حسن یا حسین یا بلال یا شاهد شمشیره، هیچ کسی از مسلمان های عصر اول ادعا نکرده که من برای کس بچه میتونم. این ما هستیم که محبت افرادی غلط داریم، صفت خالقه برای یک مخلوق دادیم، از خاطر مشکل پیدا شد. اینال چرا این ما نمیفهمیم؟ به خاطر از اینکه ما برای عقیده اسلامی وقت نمیتیم. درباره محیط زیست صحبت میکنیم، درباره عروسی اسلامی صحبت میکنیم، درباره نماز صحبت میکنیم، درباره اعتکاف صحبت میکنیم، درباره حج صحبت میکنیم، لکن درباره صفات الله صحبت نمیکنیم، درباره عقیده اسلامی صحبت نمیکنیم. به این خاطر بر ما مشکل پیدا میشه. اینال ما و شما ان شاء الله تعالی شروع میکنیم به درسای عقیده، لکن تقاضای ما از برادران اینمی هست که وقتی که درس عقیده را میخوانیم به خاطر ازی که تو مکلفیت داری، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم، شما تنها خود از آتش دوزخ وقایه نکنین بلکه خود وقایه بکنین و اهلیکم و اعضای خانواده تانه. اگر تو یک 4 چیز نوشته کنی و همین نوشته تا باز بری شب امرای اولادای تکرار بکنی، امرای برادرای تکرار بکنی، اعضای خانواده تکرار بکنی. والا امروز من در نماز جمعه رفتم، در نماز جمعه یا در روز جمعه رفتم در حلقه درس اشتراک کردم. خب اگر اشتراک تو به اخلاص باشه در درس جمعه، اون روز یک تجار به یک پروژه اسلامی کمک میکرد، گفت والا من یک چند نفر کمک میکنم، بازارنده هم ان شاء الله کمک میکنم. من گفتم اگه ایت خداوند قبول کرد بازدگام ان شاء الله چی میشه؟ توفیق میدید که دوگام کمک کنی. اگر نه که خدا قبول نکرد بازگه توفیق از پیشت میگیره. کلی خنده کرد. امی روز جمعه هم مترست. اگر آمدن امروز جمعه الله قبول کرده ای خانه خود منایس میمان خود پذیرفت، باز جمعه آینده هم میای. اگر نه جمعه کامل جمعه ما شیطان برات میگه چی میکنی؟ برو چه خوب فیلماست تو اومدی اینجا وقت تضایع میکنی.
لکن وقتی که الله برای توفیق نصیب کرد، باید قلم، کتابچه، ولو که یک CD رو مشنوی یادداشت بگی، نوشته بکن. باور بکنید در کشورهای عربی من یک روز در یکی از موترها که کمرای حاجی‌ها بودم، بر عظمت قضا کردن در موتر شما بعضی احکام بگوین. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمة. خب چون سفر طویل بود، من مایک گرفتم، اما دریور مصری بود. من صحبت کردم، میرفتم دیدم که امی دریور مصری امی کلمات وقتی که من میگفتم در حالی که فارسی نمیفهمید، وقتی که آیت میخواندم باز کتم انگشتای خود و من الناس من یقول، بازی تو کتکل که خودم چی میکرد، آمنا، باز میگفت آمنا بالله و بالیوم الاخر و بروز آخرت. میبینیم که همراه من ای با می انگشتای خود و با می حرکتای خود امی کلمه با کلمه را محاسبه میکنه. گفتم سبحان الله، اینی مردم هستیم واقعا از درس و از چیز. ایناله اهمیت آن چیزی که درک بکنیم باز ضرورتشه، باز ما میتونیم. از این خاطر در درس عقیده همیشه ما تکرار میگی است که برادرای عزیز باید دست خالی به خاطر از نمیان که اگر یادداشت داشتی، بازی یادداشت کمک میکنه تو را که منیس یک دعوتگر مسلمان در یک مجلس دیگه باز همین کلمات اونجا تکرار کنی. اگه کدام چیزی یاد رفت فورا از سنزو سهل میکنی و میگی والا این کلمه، پس تو تانیستی که خدا یک دعوتگر خوب اسلام بسازی. خب فصل اول اینجا نوشته کردیم که شناخت عقیده اسلامی، عقیده در لغت. بسم الله الرحمن الرحیم. علامه ابن فارس چی میگن؟ اونا علما میگن عقیده از کلمه عقد گرفته شده. عقد گرفته شده و خود کلمه عقد به معنای بستن است. گریره عقده میگن. یک نفر میگه بسیار یک نفر عقدمند است. چرا میگن عقدمند است؟ به خاطر از اینکه امی خون از او در داخل چی شده؟ گری خورده، همی افکار زشت بسیار برش یک عقده پیدا کرده. پس کلمه عقد در زبان عربی هم به حساب معنویت استعمال میشه، هم به حساب مادیت استعمال میشه. وقتی که میگیم که یک رسمان یک کسی با دیگه گری کرد، اینه میگه عقد الحبل. چی کرد؟ رسمان چی کرد؟ گری کرد. مثلا من میخوام که این طرف لنگی من امروی این طرف دیگه گری بذارم، این قسم اینی رو میگن عقد، بستن. این قسم عقد یعنی گری بستن، این تو گری زدن. عقد تو اینه من میگم، این عقد تو القماشه، من این لباس چی کردم؟ با هم گری کردم. پس عقد به معنای بستن است. هر چیزی که با چیز دیگه بسته میشه او رو چی میگن؟ عقد میگن. تاره بسته میکنی، رسوان بسته میکنی، همیشه استعمال. در چیزای معنوی هم عقد استعمال میشه. مثلا میگن عقد نکاح، یعنی بستن رابطه بین دو شخص، عقد نکاح میگن. پس چرا عقیده را عقیده میگن؟ به خاطر از اینکه تو رابطه ایده با خالق متعال بسته میکنی. اینا کسی که درس عقیده نخوانده رابطهش با خالق بسته هست یا نیست؟ نیست. پس او همیشه مخالف عقیده است. از این صفت خدا که گپ زدی کتت مخالفت میکنه، از توحید عبادت گپ زدی کتت مخالفت میکنه. چرا؟ چون او عقیده در درسای عقیده نشیشه، از این خاطر رابطهش با خالق بسته نیست. از این خاطر عقیده را عقیده میگن. به خاطر ازی که کسی که درس عقیده میخوانه، در مجلس عقیده میشینه و عقیده خدا مطابق قرآن و سنت میسازه، رابطه خدا مستحکم بسته میسازه با کی؟ با خالق متعال. از این خاطر اینا عقیده میگن. اما عقیده را در اصطلاح علما دو قسم تعریف میکنن. یکی تعریف عام است که هر عقیده را شامل میشه، و یکی تعریف خاص است که مخصوص به عقیده اسلامی هست. یکی تعریف عام است. در تعریف عامش چی میگن؟ میگن عبارت از امور است که نفس آن را تصدیق نمیده و قلب به آن اطمینان حاصل میکنه و در آن شک و شبهه نباشه. خب امور است که نفس او را تصدیق میکنه، نفس رو چی میکنه؟ تصدیق میکنه. و قلب انسان به او اطمینان حاصل میکنه، قلب اطمینان میکنه و
دو شک شبهه پیشش وجود نداره. این کل اعتقادات شامل میشه. یک نفر است به عقیده اسلامی نفسش تصدیق کرده که خالق وجود داره و خالق ذات یگانه هست و قلبش به او اطمینان حاصل کرده و در هیچ شک وجود نداره. پس این تعریف سر عقیده اسلامی هم میشه، سر هندویزم هم تطبیق میشه. یک نفر نفسش به اعتقاد به بتها را تصدیق میکنه، قلبش اطمینان حاصل کرده که اینمی بگوان العیاذ بالله خدای ما هست و دیگه شک نداره. پیش یک هندو برو میگن نه 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 بگوان هست و اینمی بگوان ما عقیده داره. نصرانی ها میگن که عیسی بچه خداست، العیاذ بالله. وقتی که میگن عیسی بچه خداست پس نفسشان تصدیق میکنه اینمی اندیشه را و قلبشان به اطمینان داره و شک شبه نداره. وقتی که برشان بگوی پیش یک کشیش بشینه میگه بله من هیچ شک ندارم، خلاص. پس این تعریف عام عقیده است که برای همه کس هیچی میشه. اما در اصطلاح اسلامی عقیده را چه قسم ما تعریف میکنیم، ما مسلمان ها یا علمای اسلام چه قسم تعریف میکنن؟ اینا میگن که عقیده عبارت از ایمان قطعی. عقیده عبارت از ایمان قطعی به الله سبحانه و تعالی، یعنی هم به وجودش هم به وحدانیتش. ایمان قطعی به الله سبحانه و تعالی، هم به وجود الله که الله موجود است و هم به وحدانیتش که ذات یگانه هست در ذاتش، در صفاتش، در عباداتش و در قانونش. بازی رو ما و شما انشاءالله در درسای بعدی میخوانیم. پس ایمان قطعی به الله سبحانه و تعالی، به ملائکه، به کتابهای آسمانی، به پیامبران، به روز آخرت، به تقدیر خیر و شر و به تمامی آنچه که در قرآن کریم و سنت صحیحه از اصول دین آمده. یعنی خلاصه همین چیز آمنت بالله است، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شری من الله تعالی و البعث بعد الموت. و با آنچه که در قرآن عظیم الشان به کلش آمده درباره اصول دین، اساسات دین، اعتقادات اسلامی و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله آمده و صحابه کرام به او اجماع کردند و به این به شکل کامل تسلیم شدن می باشه. همچنان از شرطای ایمان ای هم است بازی که انسان ایمان آورد در مسائلی که در قرآن عظیم الشان است. پورا باز ما و شما مفصلا میخوانیم که آنچه که مؤمن بهی است که ما باید به او ایمان داشته باشیم. به چی ایمان داشته باشیم؟ به وجود خالق ایمان داشته باشیم. به چی ایمان داشته باشیم؟ به یگانگی خالق ایمان داشته باشیم. به چی ایمان داشته باشیم؟ به عصمت ملائکه ایمان داشته باشیم، موجودیت ملائکه و پاکی و عصمتشون. به کتاب‌های آسمانی، به پیامبران الهی و عصمت از اونا، به روز آخرت، به زنده شدن بعد از مرگ، به قضا و قدر، به جنت ایمان داشته باشیم، به دوزخ ایمان داشته باشیم، به پل صراط ایمان داشته باشیم، به ترازوی میزان ایمان داشته باشیم، به ختم رسالت ایمان داشته باشیم، به موجودیت جن ایمان داشته باشیم، به موجودیت شیطان ایمان داشته باشیم. کلش مسائل مربوط به ایمان میشن. به ایمان داشتن مهاجرین و انصار ایمان داشته باشیم. این کل این چیزهای است، مسائل است که در قرآن آمده که بدون از ایمان انسان صحیح نمیشه. نقطه دیگه ایشی است که اینمی ایمان با رضایت قلبی باشه. شرط دیگه ایشی است که باید ایمان با چی باشه؟ رضایت قلبی باشه. مثلا در بعضی اوقات ما دیدیم در افغانستان یک روز یک گندو در جای شیشته بود، برش گفتن بخوان کلمه را، گفت والا به خدا ایمان دارم، لا اله الا الله. لفظا گفت دیگه. ما شیشته بودیم، بچه ها جوانا وقت مثلا خورد بود، کل بچه ها گندو را گفتن تو بخوانی کلمه را، گفت وای چرا که این کلمه را؟ والا من یاد دارم به خدا ایمان دارم، لا اله الا محمد رسول الله. چند دفعه خورد. اما امی ایمان ازی در لفظ بود، رضایت قلبی. اگر رضایت قلبی وجود میداشت لنگویی و اندوگری خدا چی میکرد؟ اوسو میکرد.
و او رو به مسخرگی در دان دکان نمیگفت، میرفت در مسجد حداقل به مردم میگفت برادر من باور دارم این علامت رضایت است. توجه شده؟ اما یکی در دکان بر 4 نفر گفت چی شد؟ پس رضایت. از این خاطر میگم فلا و ربک، الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه، قسم از به پروردگارت که لا یؤمنون، ایمان ندارن که حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تا که تو را حکم قرار ندارن در اختلافات خود. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باز در نفسهای خود حرج هم نداشته باشه، یعنی از قانون الله دلتنگ هم نشن. احیانا مثلا یک دختر میگه من به قرآن ایمان دارم لکن حجاب هم میگه والا به زور میپوشم، والا می حجاب سرما چی است؟ بابی اولادا میره به زور سرما پوشانده، اگر رضایت از اون نباشه من نمیپوشم. پس این به یک امر الله قلبا تسلیم نیست. از این خاطر تو باید به احکام الله تسلیم باشی، قلبا تسلیم باشی و در قلب دلتنگی وجود نداشته باشه. دیگه مسئله است که ایمان باید تسلیمی کامل باشه. یعنی تو نیست که مثلا من اینی احکام دین قبول دارم و اینی احکام دین قبول ندارم. وقتی که ما میگیم لا اله، لا اله، اله کی است؟ اله کسی است که عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه، هم عبادت میشه و هم قانونش تطبیق میشه. پس لا اله چی معنی؟ میگی نیست هیچ کسی که عبادتش شوه و قانونش تطبیق شوه. قانون چی؟ چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است، چی خراب است، چی حلال است، چی حرام است. اینا نمیره کی تعیین میکنه؟ اله تعیین میکنه. پس وقتی که میگی لا اله نیست هیچ کسی که مستحق ازی باشه که عبادت شوه، به او رکوع شوه، سجده شوه، بر از او نماز خوانده شوه، بر از او نذر شوه، بر از او قربانی شوه، کل از اینا نفی میکنی. و نیست هیچ کسی که قانون از او تطبیق شوه که چی حلال است، چی حرام، چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است و چی بد است. الا الله، باز اینجا استثناء میشه که فقط الله سبحانه و تعالی. این وقتی که تو کلمه خواندی ببین مستقیما کلمه تو ارتباط گرفت با کجا؟ با سیاست. چرا که یکی از شرایط سیاست چی است؟ تطبیق قانون است. اینا تو قانون الله را تطبیق میکنی یا تا قانون غیر الله را تطبیق میکنی؟ پس اگر قانون الله را تطبیق میکنی در سیاست داخل شدی. از این خاطر کسایی که میگه ما با سیاست کار نداریم، اینا کلمه را معنیش نمیفهمن. مسلمانی که گفت والا من مسلمان هستم خب با سیاست کار ندارم، اون معنی کلمه را نمیفهمه. خود سیاست چی است؟ تطبیق قانون است. در انگلیسی چی میگن؟ میگن the rule of law. تطبیق چی است؟ قانون است. این وقتی که تو تطبیق میگی لا اله نیست هیچ کسی که قانون از او تطبیق شود. حالا مثلا زنا خوب چیز است یا بد چیز است؟ در دموکراسی میگه خوب و بد از زیر پارلمان تعیین میکنه. پس خدای دموکراسی پارلمان است. الهی پارلمان دموکراسی کی است؟ کسایی که به دموکراسی ایمان دارن میگن ما به دموکراسی باور داریم، اونا خدایشان کی است؟ پارلمان است. پارلمان فیصله میکنه که شراب حلال است یا شراب حرام است. یعنی شما بسیاری وقتا یک بار از مسلمان ها یاد نگیرین، از کافر ها یاد بگیرین امی دموکراسی ده. ما به هندوستان رفتیم، در هندوستان رئیس یکی پانتون ها، چون ما استادای پانتون بودیم 20 نفر استادای پانتون، رئیس یکی از پانتون هاش ما را دعوت کرد، گفتم شما میمانم هستیم. امی استاد پروفسور از اینا که ما را دعوت بر ما اعلان کرد، بعد از یکی از استادای ما گفت پروفسور گفت من یک پیشنهاد دارم.
بفرمایید بگوین پیشنهادتانه. سعی کنید معنای لا اله الا الله را چه قسم باید بفهمن. برش گفتن که پروفسور ما مسلمان هستیم، اکثر در مجلسایی که شما ما را دعوت کردین در سر میز شراب بوده. ما گفته که شراب حلال است و پارلمان ما اینو تصویب کرده، پس در هندوستان شراب سر میز باید باشه. ما نمیخوایم قانون خود تبدیل بکنیم. این حالی که شما نمیخورین، ای که تو خوش نداری یا تو مسلمان هستی، it is not my business. we believe on democracy. ما باور داریم، یعنی believe چی؟ ما عقیده داریم به دموکراسی. پس این حال شراب حلال است یا حرام از دیدگاه کلمه ایر اله تعیین میکنن. ما میگیم که لا اله نیست کسی که برای ما خوب و خراب و حلال و حرام تعیین بکنه الا الله. الله تعیین کرده، خلاص. الله برای ما تعیین کرده که شراب حرام است. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. قرآن میگه که نیست بر یک مرد مسلمان و بر زن مسلمان اختیار، وقتی که الله و رسولش یک چیز رو فیصله کرد، بازی اختیار مسلمان نیست بر مؤمن و مؤمنه. اگر تو مؤمن هستی، ایمان داری، خلاص مؤمن تسلیم هستی. مسلمان اسلام چی معنی؟ یعنی تسلیم. پس تو تسلیم هستی که آنچه که الله و رسولش فیصله کرده دیگه ما اختیار نداریم، چون اله ما الله هست. الله توسط رسولش برای ما رسانده کلام خدا و گفته که شراب حرام است. امین نقطه را چند نفر میفهمن؟ از این خاطر بسیاری کسایی که عقیده نمیخوانن برش میگه که ما دموکراسی یک چیز خوب است، مثلا خوب لنگی کتام داره، شیخ الحدیث هم است، اما معنای لا اله الا الله را نمیفهمه و معنای دموکراسی را هم نمیفهمه. انگلیسی نمیفهمه که what is the meaning of democracy. اگر انگلیسی میفهمید و حداقل از یک تو آمدی مثلا یک چیزی هست، یک بوتل آمده از خارج، تو از دل خود میگی عوض نه، تو پشت بوتل بخوان کمی کرباوی که تو میخوانی دیگه چی گت است. بسیاری کساس هم قوطی خارجی که آمد برش گفت انرژی یا فلانی یا فلانی، اما تو سرش آواز کرده میره و بالا کرده میره. اما آدمی که یک کمک دیگه شرایط باید تو عالم دین اول باید انگلیسی رو نه به خاطر از اینکه ترجمانی امریکایی را بکنه، انگلیسی رو یاد بگی به خاطر از اینکه از شر امریکایی خدا نجات بدی، از شر کافرها خدا نجات بدی. بفهمی که یعنی و چی میخواین بگوید. پس اگر تو انگلیسی یاد داشته باشی و دیکشنری در پیشت باشه، وقتی که یک چیز رو برات آوردن خواندی، بازو برات نشون میکنه که این بسیار خوب چیز است، لکن 3% شراب داره. در بعضی از چیزا نوشته کردن، دروغ نمیگن، 3% شراب داره. در این حتی 0.5% الکل است. در این خوردن یک قدر الکل است. این حال وقتی که اگر تو انگلیسی رو بفهمی و این رو درک بکنی که 3% الکل داره، باز هر مشروب عاجل که در بازار پیدا شد بالا نمیکنی و نمیخوری. اول میخوانی باز از اون و دیگه قسمت ما محاسبه میشه. و باز وقتی که در کتابای اسلامی وقتی که آمدی خواندی که در این بوته در این قوطیگه که اینجا آمده و از خارج آمده و اینجا توزیع میشه نوشته 3% شراب، میایم باز کامپیوتر خود از دیدگاه اسلامی آیا شراب یک پیکش بخوری حرام است، یک گلاس بخوری حرام است، یا یک بوتلش بخوری حرام است، یا میگه که نه آن چیزی که یک بوتلش حرام است یک قطرهش هم چی است؟ خلاص مشکل حل شد. پس باید با این مقایسه بکنی، ایره با این تا که ایمانت حفظ بکنی. حال بعضی کسا از قرآن هم میفهمه، بوتلا رو نمیشناسه. قرآن هم میفهمه، فقه هم میفهمه، لیکن از این خبر نداره که مرغی که از برازیل در افغانستان میایه، آیا در برازیل امروز اونجا قانون
اهل کتاب است و یا قانون دموکراسی که در اونجا نو ریلیجن. این بسیاری وقتا ما مشکل ما اکثرا کسایی است که متاسفانه پس در اسلام وقتی که تو میخوای مسلمان واقعی باشی باید تکنولوژی را با اسلام مثل دو خط ریل اردوش باید یک جای حرکت کنی. اما از ساینس بفهمی، اما از فقه واقع در عصر چی واقع میشه امیر معلومات داشته باشی و اما از قرآن و سنت معلومات داشته باشی. او کسی که از قرآن و سنت خبر داره لکن واقعی که امروز در جهان چی گپ است نمیفهمه، این خودش از دین خارج میشه. فتوا میده بخورین گوشت. امیال چقدر از مولوی صاحبای هستن متاسفانه که می گوشتایی که از برزیل میایه، از چین میایه، از خارج میایه، میگن بخورین. خودشام 6 تا بخورین، نفس حلالت، بسم الله بگو بخور، ماشم چی بگو بخور، خلاص. خیسر شراب هم که از خارج آمدن میگه هر چی که بسم الله گفتی حلال میشه. بعضی کسا همین نظر داره که سر هر چیز بسم الله گفتی حلال میشه. خب سر حرام 16 دفعه هم که بسم الله بگی حلال نمیشه. این حاله مشکل چی است؟ که نمیفهمن. وقتی که نفهمید بسیاری کسا مرغا را میگه بخورین. چرا؟ میگه که اما اگر تحقیق کنه، یک تلفن کنه به سفیر برزیل و برش بگوید و یا حداقل امروز خود اینترنت است. ما مشکل ما است که به اینترنت دسترسی نداریم. و عالم دین و مفتی اسلام و متخصص اسلام اول باید در اینترنت دسترسی داشته باشه. فوراً یک ایمیل روان میکنی، یک پرسان میکنی از برزیل، از شرکت برزیل که شما چقدر؟ میگه ما سال روزانه 170 تن تولید داریم. مرغ بله. میکشین؟ ها میکشیم. چه قسم میکشین؟ با الکتریس کت برق میکشین. نکس در لندن گوشت میخرید؟ از گفته بود کلی مرغ هم است. گفتی خود کلیش است. گفته تا کلیش چی نقصه دیگه؟ گفته نه ما نمیخوریم. چرا نمیخوریم؟ شما دیوانه هستین نمیخوریم. گفتی قطع نشد. چرا قطع شد؟ او انگلیسی برازی میگه چرا قطع شد؟ What is the problem؟ کت برق کشتیمش، خوب شستیمش، خوب پاک صفا جورش کردیم، هیچ میکروب کثافت هیچ چیز نداره. این خلاص بگی با خود چی گفت؟ اینا رو خو واقعیت هم میگن. اما ما تو خبر نداریم که آیا در اونجا هست. از این خاطر بسیاری وقتا مثلا وقتی که میگیم لا اله اله کسی است که قانونش تطبیق میشه. اما بسیاری پارلمان ها هست همجنسگرایی را پارلمان تایید میکنه نمیکنه. امروز اخبارایش هم هست فعلا خوب است، خبرهای گرم است که در فرانسه و در فلانی جای در فلانی جای سر از این مظاهرات و جنجال ها و مشکلات است. خب کسی که همجنس بازیگرایی را در اون مملکت حلال قرار میده، جایز قرار میده، الهشان شد نشد. ما تو چی میگیم؟ لا اله نیستی. از این خاطر در آیت قرآن چی میگه؟ و من یکفر بالطاغوت. ما بسیاری وقتا در سوالای امتحان پانتون میریم میگیم مسلمان قرآنی کی هست؟ مؤمن قرآنی رو برای ما تعریف کنید. اگر ما اصلی آیت برای ما نشکر میگیم صحیح است، اگر دیگه چیز گفت فضل خود میگیم نه غلط از جوابت. چی میگه؟ و من یکفر بالطاغوت. اول به کی باید کافر شوی؟ به طاغوت. طاغوت کی است؟ کسی است که ضد قانون خالق قانون میسازه. کمونیسم طاغوت اساس. این طاغوت احیانا فرد می باشه، احیانا یک گروه و یک فکر و یک اندیشه می باشه. طاغوت یا یک شخص می باشه مثل فرعون. فرعون یک طاغوت بود، هامان یک طاغوت بود، نمرود یک طاغوت بود و شداد یک طاغوت بود. ان و یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اول با کی باید تو کافر شوی؟ با طاغوت. هر کسی که قانون ضد قانون الله می سازه. دموکراسی قانون ضد قانون الله هست، چون اینجا حکم مردم است، توسط مردم، بالای مردم، قانون مردم میسازن، قانون قرآن نیست. اول باید با کمونیسم کافر شوی، اول باید با سوسیالیسم کافر شوی، اول باید با کپیتالیسم کافر شوی، اول باید با نشنالیسم کافر شوی. و ما یکفر بالطاغوت، این طواغیتی که به شکل یک اندیشه هست یا به شکل یک فرد است، به این کافر شوی. و یؤمن بالله، سپس به الله ایمان آورد. فقد استمسک بالعروة الوثقی، او وقت به عروة الوثقی که قرآن است چنگ زدن. پس مسلمان قرآنی کی است که اول به طواغیت چه شوه؟ کافر شوه. و از این خاطر اول به طاغوت چه قسم کافر میشه که میگی لا اله، نیست هیچ کسی که صلاحیت داشته باشه که این قانون بسازه ضد قانون الله.
هیچ کس مستحق ساختن قانون نیست و هیچ کس مستحق عبادت نیست. کلش نفی میکنی، کلش نفی میشه. بعد از او اثبات میکنی الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. فقط استمسک بالعروة الوثقی. و شرط دیگه چی است که آنچه که به او عقیده داری به او عمل بکنی. شرط دیگه چی است؟ آنچه که به او عقیده داری به او عمل بکنی. چه قسم عمل بکنی؟ من عقیده دارم که قرآن یک کتاب مقدس است، کلام الله است، به این باید عزت شوم. پس اگر یک کس قرآن در کثافت دانی میپرته، این باز مؤمن گفته نمیشه. چرا؟ با آنچه که عقیده داره. ما میگیم که سجده فقط برای الله هست، بازی میره برای مرشد خود سجده میکنه. رکوع فقط برای الله هست، این میخواسته برای قبر رکوع میکنه و سجده میکنه. نظر عبادت است، لا ایاک نعبد، خاص پروردگار عقیده داره، لکن عملا میره نظر به نام یک شخص میگیره. پس اینجا باز به این عمل نکرد. پس با آنچه که میگه به این باید عمل بکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.